اگر فایتر است یا شوقی فایت است ویدیو را ثبت کو، اگر نیست دور دور مستی کو. ببینن وطندارا، من هیچ فایتر را ندیدم که مثلا همیشه از پای خود استفاده کنه، به خاطر که پایشان ضعیف است، استخوانای پایشان ضعیف است، سست و پست هستن، میترسن که عضلات میترسن که استخوانای پایشان میده نشه. به همون خاطر همیشه دمو مشت و در یگان حرکات ناق چنگاو هستن و نتیجه نمیده، همیشه میبازن. نال میخوایی که پایای عینی داشته باشی کنگ لالای توره، گپ نیست، ویدیو را ثبت کو، تکنیکش برات نشان میتونم. ببینن دوستا عزیز، این میله که از در حرکت هستن تو تاو میخوری. امروز از همین میله ما و شما میتونیم که پای خودم محکم بسازیم. چی رقم؟ حالا براتون نشانش میتونم. ببینن دوستا عزیز، سر از این میله ما و شما چی رقم میشینیم به این شکل. از این قسمت شروع میکنیم، این تو مستقیم سرش میشینی. انت که سرش ششتی آستا 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 ایره قسم میکنین دوستا عزیز، کم بالانس نگاه کنین با بسیار آهستگی. ببینین سمت پشت سر خودم میبریم، میلخشونیم. تمام وزن ما سر پایم است. خب متوجه هستین؟ اگر این پایم در زمین باشه، لنگرم کلش سر از این پایم باشه، پایم پس نمیره. حالا به اون خاطر باید تمام لنگر ما سر از این باشه. همچنان پس خود همین رقم پیش میریم. ببینین اینا خدا بالا میکنیم و با آهستگی اینم تو پیش میبریم. خدا اینمی کار پس میریم پیش میریم، پس میریم پیش میریم. این کار باعث میشه که استخوانایتان مکمل پخته و محکم شوه. با تکنیک دیگه چی است؟ لغتا را کنگ لالایتان براتان یاد داده. بسیار جد لو کیکای محکم، میدل کیکای محکم زده میرین، هم تو گرد 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 گرد. یک چند دانشه باز اگه خوش دارین بیاین که بریم یک جای با هم ببینیم دیگه گپ نیست. اگر ویدیو خوشتان آمد خون، اگر نیست بگوین که باز براتون تخم پخته کنم. ملت